چطوری خوش اومدین به ویدیو جدید. من خیلی عذر میخوام که ویدیو نگرفتم و من ویدیوی همین مراجعانش رو نگاه کنم، ولی عذر میخوام که به شما یه دفعه نیاوردنش. آخه گوشم خرابه، من حذف کردم و گوشی من روزم خرابه. اگر خیلی طول کشید اصلا درست نمیشه و یوتیوب هم درست. خب من وقتی من مراجعانش رو همه قسمتاش رو نگاه کردم، یه فیلم میخوام بهتون توضیح بدم که آیا مراجعانش رو میدونید. خب باید سرچ کنید مراجعانش نو نگید. الان من خواهم یه دفعه بگم که از همه قسمت های مراجعان چقدر خوبن. خیلی خوب، تا 0 تا 10 میگم. خیلی خوب. نکته اولیه دقیقا خوبه، ولی من خصوصا 3 میدم از 8 تا 10 زدم خوب نه، زدم خوب بود. خیلی خوب. قسمت دوم 6 از 10 خیلی هم خوبم نبود. قسمت سوم بزنم آره 10 تا 10 خیلی خوب بود. آخه آره خیلی خوب. قسمت چهارم 10 تا 10 آخه خوزی یفه تبدیل شد به شیطانی، خیلی عالی دارم. سبرم نیومد و خیلی خوشم آمد از خوب. خیلی خوب 10 تا 10 خوب. و الان قسمت پنجمش دقیقا قسمت پنجم میذارم 4 تا 10 خیلی هم گم بود. دقیقا خیلی فیلم گم بود. یعنی خب ششمیه 7 تا 10 زیادم خوب نبود. خیلی خوب. الان بعدی قسمت هفتم 10 تا 10 خیلی عالی بود. خیلی خوب. قسمت هفتم که الان آمده بود خیلی خوب. من میذارم 20 تا 10. این خوبتر از همه چیزا بود و من خیلی نوم از خوب میذارم، خیلی زیاد. و حتی نگاه دیدی میزه سرکس هم نگاه کردم. عذر میخوام که اینم فیلم نگرفتم، بعد هم اونم توضیح میدم تا قسمت 2 دقیقا میتونید سرچ کنید دیدی میزه سرکس. خیلی خوب. حالا بزنیم اوکی. قسمت اول 6 تا 10 زیادم خوب نبود. قسمت دوم 8 تا 10 نه یکیشو حذف کنم میشه 7 تا 10. من دارم خوشم میره خوش شبه حتی شبه بودم دقیقا هوا شب. بذار من برم چه کنم. اولی در بستم عبارت دوستش کنم بای برمیگردم. خیلی خوب بچه ها، من چک کردم ولی من دیدم که هوا شبه. خب دقیقا بچه حتی شما هم یادته که یه فیلم من اونجا سرچ کردم عروسک شبیه جفیه، اونو نگاه کردین حال بردین ازش یا نبردین؟ دقیقا من نمیفهم. تا این میدونید که من چقدر پیشم دارم.
الان میخوای اسم واقعیشم بگم، اسم واقعی من بگم؟ لایک و سابسکرایب کنید تا من بگم. تا 3 2 1. بله حالا میگه که اسمم چیه؟ اسم واقعیم محمد پارسا شمسیه. همه میگن اسم من بگیم پارسا، همه اسممو میگن پارسا، بهش نمیگم محمد پارسا شمسی، بجز اسمم میگن پارسا یا پارسا شمسی، ولی بیشترشون پارسا میگن. اگر چون نور میزن اصلا و الان تو کامپیوترم که روشن آخه این صدا میدم. از تو من لباس خرس دارم، این خوب به لباس خرسم دارم. من همیشه دارم فکر میکنم، یعنی همیشه دارم فکر میکنم. تو اصلا نور میاد، من نمیتونم خاموشش کنم، خود تاریک میشه. ببینم اونم روشن کنم باید نمیشه. خب بچه ها، آیا شما یادته که دیدیم میدرس چی گفتم؟ یعنی آیا شما یادتونه که آره DTI 6 اف ما رکورد کردیم؟ دقیقا خیلی و الان چرا چشمم یه شوری سبز میشه یا دایی او مای گاد داری سفید چجوری؟ من اصلا نایدم، شما نایدم که سفیده چشم فقط سیاهه یا سفید میشه یواش با فحص داره چشم یه سفید میشه. شما میبینید سفید میشه، من فقط سیاه میشه کور مثلا یا فحص. من واقعا نمیفهمم چه اینجوری نه ولی خودشون موامو کوتاه کردم یه فکر کنم بزرگ شد، دقیقا بزرگ شد اشکالی. بله من تو کامتم او کراب اینم افتاد باک قدره بشم. مرسی که میتونید توشه کنیم. اگر میکنید یه فرض کامتم یه چیزی دارم او تقلب نکنید هنه بازی میده شما بازی رو میدونیم شما میدونیم اگر این PC هم نیست، این کامپیوتر هم خب دیگه من هیچ کاری ندارم واقعا بکنم، ولی دیگه هیچ چیزی نمونده تا بکنیم و خودمون واقعا بگم برم پیش آقای خلیلی. شما میدونید آقای خلیلی چیه؟ از ایران. اگر آقای خلیلی میتونه همه چیزا درست کنه، همه چیزا میتونه همه چیزا رو حتی درستش کنه. و الان من خیلی گردم آقا باید بول بدم و تو خدا دیگه گوشیم درست بشه. چند وقت پیش اصلا درست نشد، برای همین که رکورد نکردم. خب برای خیلی خوب می بازی رو یه فکر کنم اصلا مارم. مرسی که ویدیو خوش کنید. اگر میخواید ویدیو دیگه بزنم دقیقا نمیتونم ویدیو بزنم، دقیقا خیلی بدبختم. مرسی حتی مرسی و خداحافظ. بای بای.